بریم سراغ یکی از گوشی‌های پر سر و صدای امسال، یعنی گلکسی S24 FE سامسونگ. میخوایم با هم ببینیم که آیا این گوشی واقعاً همون چیزیه که منتظرش بودیم یا نه. خب، سامسونگ با سری فن ادیشن برگشته، یعنی همون فرمول همیشگی، ویژگی‌های یه گوشی پرچمدار ولی با یه قیمت مناسب‌تر. اما سوال اصلی اینه که آیا این گوشی تونسته بدون یه فداکاری بزرگ به این نقطه برسه؟ اصلاً فن ادیشن یا FE یعنی چی؟ خیلی ساده است. یعنی شما مهمترین چیزای یه گوشی پرچمدار مثل پردازنده قوی و دوربین با کیفیت رو میگیرید، اما توی پکیجی که جیب شما رو خالی نمی‌کنه. حالا S24 FE یه مسئولیت سنگینی روی دوششه، چون مدل قبلیش یعنی S23 FE یه مشکل بزرگ داشت. پردازندش پایدار نبود و خیلی‌ها رو اذیت کرد. ببینیم سامسونگ این درس رو یاد گرفته یا نه. اول از همه بریم سراغ مهمترین پیشرفت این گوشی، یعنی عملکردش. جایی که سامسونگ یه تغییر واقعاً حیاتی ایجاد کرده. قلب تپنده این گوشی تراشه جدید اگزینوس 2400 هست. درسته، یه نسخه یکم ضعیف شده از تراشه پرچمدار S24، ولی نکته کلیدی اینجاست. این یکی برخلاف نسل قبل فوق‌العاده پایداره. این پایداری تو دنیای واقعی یعنی چی؟ یعنی وقتی یه بازی سنگین مثل گنشین ایمپکت رو اجرا می‌کنید، گوشی به طور متوسط روی 52 فریم بر ثانیه قفل میشه. این عملکرد برای این بازه قیمتی واقعاً بی‌نظیره. ولی خب این همه قدرت یه بهایی هم داره، گرما. وقتی گوشی زیر فشار سنگینه، دماش تا 47 درجه هم بالا میره که کاملا حسش میکنید. خبر خوب اینه که حتی تو این دما عملکردش افت نمیکنه و پایدار میمونه. خب حالا که سامسونگ مشکل اصلی یعنی پردازنده رو حل کرده، بیایید ببینیم بقیه قسمت‌ها مثل نمایشگر و دوربین چطورن. نمایشگرش طبق معمول سامسونگ حرف نداره. یه صفحه نمایش بزرگ، روشن و با کیفیت با نرخ نوسان‌زایی 120 هرتز که کار کردن باهاش واقعاً لذت بخشه. یکی از بزرگترین نقاط قوت این گوشی همینه. اما وقتی میرسیم به دوربین، داستان یکم جالب میشه. منتقدا وقتی به سخت افزار دوربین نگاه کردن، یه چیز خیلی آشنا دیدن. به قول یکی از اونها، سخت افزار دقیقاً همون سخت افزار سال قبل بود. و اینجاست که استراتژی سامسونگ کاملا مشخص میشه. از همون لنزهای پارسال استفاده کرده، ولی به لطف پردازنده قوی‌تر و هوش مصنوعی جدیدش عکسای بهتری تحویل میده. خب، پس دوربینش در کل چطوره؟ شما یه لنز اصلی خوب دارید و مهمتر از اون یه لنز تلفوتو با زوم اپتیکال 3 برابری که تو این قیمت یه مزیت خیلی بزرگه. اما خب، دوربین‌های اولتراواید و سلفیش فقط کار راه اندازن، نه بیشتر. خب عملکرد که عالیه، دوربینم که خیلی خوب و همه کاره است، اما هر قهرمان یه نقطه ضعفی داره، نه؟ برای S24 FE اون نقطه ضعف باتریشه. ببینید، این نمودار یه داستان دو وجهی رو میگه. خبر خوب اینه که باتریش نسبت به نسل قبل خیلی بهتر شده. اما خبر بد، هنوزم از رقیبای اصلیش و حتی از گوشی میان رده خود سامسونگ یعنی A55 عقب‌تره. این عدد و رقم‌ها تو زندگی روزمره یعنی چی؟ یعنی همونطور که یکی از منتقدها گفته، اگه از 9 صبح باش کار کنید، احتمالاً دور و بر 5-6 اصل دیگه شارژش تموم شده. تازه وقتی هم باتری تمام میشه، شارژ کردنش خیلی سریع نیست. حدود 1 ساعت و 10 دقیقه طول میکشه تا با شارژر 25 واتی که اونم باید جدا بخرید کامل شارژ بشه. خب با همه این حرفا بریم سراغ جنبندی و ببینیم این گوشی با عملکرد فوق‌العاده و باتری نچندان قوی اصلاً به درد کی میخوره. اگه این گوشی رو بذاریم کنار رقیباش، S24 FE تو 2 زمینه برنده میشه: عملکرد پایدار و دوربین همه کارش به لطف لنز تلفوتو. اما اگه باتری براتون اولویت، گزینه‌های بهتری مثل پوکو و پیکسل وجود دارن. البته تو هوش مصنوعی و پشتیبانی نرم افزاری رقابت اصلی بین سامسونگ و گوگله. پس بیایید رک رو پوست کنده بگیم. S24 FE یه انتخاب فوق‌العاده است، اما نه برای همه. این گوشی برای کسی ساخته شده که یه گوشی با حس و حال پرچمدار، نمایشگر عالی و قدرت زیاد برای بازی میخواد و حاضر با باتری ضعیف‌ترش کنار بیاد. و اینجاست که سوال اصلی از شما پرسیده میشه: برای شما توی یه گوشی قاتل پرچمدار کدوم یکی اولویت داره؟ عملکرد و قدرت بی‌نظیر یا باتری که بتونه یه روز کامل شما را همراهی کنه؟ انتخاب با شماست.